چه به درد آدم میخوره در قبرش، در فردای قیامتش؟ نه درهمه، نه دیناره، نه لباس، نه جمال، نه زیبایی، نه دوست، نه رفیق، نه دلسوزترین فرد که پدر و مادر باشه به درد آدم نمیخوره. تنها چیزی که میتونه راه گشا باشه در قبر تنگ و تنهای تو و در فردای قیامت عمل نیک و صالح و قلب پاکت است. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت روزی است که نه مال تو نه فرزند تو هیچی به دردت نمیخوره مگر اون دل پاک و سالم تو، دلی که برای خدا میتپی، دلی که پاک از آلودگی های شرک و کفر و نفاق و دروغ و رنگ و ریا باشه، دلی که پاک از بغض و کینه و حقد و حسد و دنیا پرستی و هواهای نفسانی باشه. اون صاحب دل روز قیامت موفق و روسفید و سربلند. مرگ در انتظارمونه، مرگی که باید همه بچشیم. کل نفس ذائقة الموت. مرگ چشیدنی است، طعم داره، مزه داره، اما طعم و مزه مرگ تلخ است. تا زمانی که زنده این فرصت در اختیارمونه. لحظه ای که ملک الموت میاد که قبض روحمون بکنه دیگه فرصت ها ازمون گرفته میشه. ان الله یقبل توبة العبد ما لم یغرقه. انسان توبه او پذیرفته میشه تا وقتی که روح به گلوش نرسه. دیگه اگر یه وقتی شما برید کسی که در حال جان دادن هست صدای خرخر گلوش میاد، حق میزنه، خرخر میزنه، این در حال جان دادن است و خروج روح است.